توجه میکنیم به خواجه‌زاده بهروز و حریف او از بریتانیای کبیر. اسماگولوف انتظاری غالب آن همین جفت است که در رقابت چهاریک نهایی با او نیرو سنجد. هم اریک پهلوان 22 ساله بریتانیای کبیر خلعت کبود دارد. 1074 امتیاز دارد. در رده‌بندی یک برابر از نتیجه خواجه‌زاده بهروز پایان تر است، مقام 48م. اما در مونرال و همچنین در زاگرب خرواتیا هم در مسابقه های گرند پری خوب هنرنمایی نکرد، جای هفتم را اشغال کرد. بهروز 2222 امتیاز دارد، در مقام 22 دوم است در رده‌بندی بهترین های دنیا و امیدواریم که رقابت باز هم تبعیدی ما صورت میگیرد. خواجه‌زاده با چند طرز، البته اینجا هم میسازد که هر یک عملش رو هم شرح دهیم. اشتباه کرد، شیدو گرفت، پنجه های حریف را که نادرست فشار داد. یک حرکت دیگری حریف را هم خوب پای خاص کرد و هم را نگذاشت که در این جریان مطلب خیش همون اصول سر کتف را هم خوب استفاده کند. باید با چنین چهره ها فکر میکنم که خواجه‌زاده بهروز افضلی خیلی بهتر هم داشته باشد. بهروز هم نماینده فدراسیون روسیه پراکاپچوک را در وقت اضافه شکست داد. در دوره اول آزاد بود و دوره سوم نیروسنجی پهلوانان وزن 73 کیلو است. هم باشد نماینده عربستان سعودی حمد را مغلوب کرد و هم در دور اول هم به مانند خواجه‌زاده بهروز آزاد بود. بهروز حالا انتظاری البته باز هم خاتمه دقیقه دوم باشد یا راههای با ثمر را جستجو می شود که در این ردیف باز هم یک امکانیتی سازگار، اما اندک پیشتر اون سری سیوجی که کمی پیشتر رفت، با این خاطر از حالت موازنتی که لازمش بود به میان نآمد. نیم قدم پیشتر رفت و حرکتی که برای اون عمل سازگار بود خوب خاتمه نیافت. این سری سیوجی که در گوشین ملی ما هم خیلی رایج است. مطلب خواجه‌زاده بهروز فکر میکنم همون بود و در این ردیف هم زود میتوانست که حالا که بیرونه رو خوب استفاده کند. یک کوشش دیگر علاقه از نتیجه های مسابقات از هنرنمایی قبلی خواجه‌زاده بهروز علاقه حریفش هم برخوردار هست. این رو خوب میداند که مقابل خواجه‌زاده چنین عمل میکند. شیدو گرفت، هم شیدو گرفت. در تابلو این رو اندکی دیرتر منظوری ما میکنند. نفری چهارم معین می شود برای شرکت رقابت های چهاریک نهایی. خواجه‌زاده هم حالا باز موفق نمی شود. اینجا این استفاده کردن لازم نیست، تا با آخر همان مبارزه را باید که جان کرد. اینجا باز نمی تواند هم که موفق باشد. خواجه‌زاده کنون امکانیتی باز هم ادامه نیروسنجی در حالت پرتری موجود بود، از چه خاطر که در این جریان باز اندکی فارغ بالی کرد یا چگونه ای که برای ادامه رقابت در حالت پرتری رجوع یا توجه نکرد. بسیار بهتر وزری هست
دقیق و ظریف هست در ثانیه‌های آخرین نیروسنجی. بله اکنونی رو هم نوکک تصدیق کردن. بسیار ماهرانه این کار خوب استفاده کرد. اکنون پایش رو باید زود بیرون کند یا کافی است که همین 15 ثانیه هم باقی ماند برای پهلوان تاجیک بسنده است. 9 ثانیه دیگر. 8-5-4 الکی زود وقتم بگذار پسی سرگردد. با همین ترتیب خواجه‌زاده پیروزی دومی خود را در این دور به دست آورد. نماینده بریتانیای کبیر را شکست داد در ثانیه‌های آخرین بطی اساسی و همینطور به واخوری نیمه نهایی راه خط گرفت و با سماگولوف پهلوان جمهوری قزاقستان در رقابت 4-1 نهایی قوه آزمایی خواهد کرد. و دوستان عزیز باز 4 رقابت دیگر اینجا باقی مانده است در به دست آوردن نتیجه های ارزنده در زیر گروه C و D.